اگه دنبال کار تخصصی تو رشته‌های فنی می‌گردین، اگه مهندس، مدیر پروژه، معمار یا تکنسین هستین، دوره‌های آموزشی فناوران با هدف دریافت لایسنس‌های دولتی و سرتیفیکیت‌های کانادایی برای شما طراحی شدن تا بتونید به سرعت با تخصص و تجربیات خودتون توی کانادا مشغول به کار بشید. سلام و عرض ادب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از جلسات فناوران در خدمتتون هستیم. امروز در خدمت پیمان خان پوریافر عزیز هستیم. پیمان جان خیلی خیلی ممنون. پیمان جان میخوان در مورد در حقیقت بحث Construction Craft Worker که به لایسنس ردسیل 450A منجر میشه میخوان در موردش باتون صحبت بکنن. در مورد اتحادیه ها میخوان صحبت بکنن. خیلی جلسه خوبی میتونه باشه واسه کسانی که توی حوزه کانستراکشن کار میخوان بکنن و با اتحادیه ناآشنا. خیلی میتونه کمکتون بکنه که با اتحادیه‌ای که توی کانادا هستش آشنا بشید. اتحادیات به حال کمک های خیلی شایانی به اکثر افراد میکنن. خدمات زیادی دارن. انشالله که پیمان جان در مورد این قضايا صحبت میکنن و انشالله جلسه خیلی خوب باشه. پیمان جان سلام عرض میکنم. مرسی محمد جان، تشکر از دعوتت و مرسی از این پلتفرم فناوران که واقعا خیلی داره کمک میکنه و هر روز من این تبلیغاتش رو بیشتر و بیشتر از افراد مختلف میشنوم. اجازه من اول شیر اسکرین بکنم این پرزنتیشن رو. همونطور که محمد جان توضیح دادن، امروز ما راجع به محیط کار یونیونی صحبت بکنیم توی کانستراکشن، زمینه کانستراکشن توی کانادا، حالا استان آنتاریو که شباهت 99% داره به بقیه استان‌های کانادا و رشته تخصصی کانستراکشن کرافت ورکر. اصلا که این کانستراکشن کرافت ورکر چی هست، رسیدش به چه دردی میخوره و اینکه پراسپکتش یا آینده بینی فعالیت تو این زمینه چه خواهد بود. اول از همه من خودم بخوام معرفی بکنم، پیمان پوریافر هستم. توی ایران من معماری خوندم، ارشد معماری گرفتم و سابقه کارم توی کانستراکشن به عنوان سایت سوپروایزر و اسیستنت پراجکت منیجر. خب اینا خیلی انتنگلد و در هم پیچیده است توی ایران. یعنی شما هم سایت سوپروایزری، هم به قول معروف با سیتی دیل میکنی، هم با نظام مهندسی باید برید مثلا سر کله بزنی، هم طراحی میکنی. بعضی وقتا تفاوت چندانی با اسیستنت پراجکت منیجر نداره داخل ایران. که سال 2019 اومدم کانادا، همچنان من گنگ بودم که اوکی من الان برای اسیستنت پراجکت منیجر اقدام بکنم، کوردینیتوری اقدام بکنم، سایت سوپروایزر اقدام کنم، یا اصلا برم به قول معروف از یک رشته دیگه، از یک نقطه دیگه شروع بکنم، با تجربه که دارم بتونم کالچر کانادایی رو ابزورب بکنم و دوباره اون تجربه‌ام بتونم شیر بکنم، در طول کمپانی قرار بدم. به این صورت بودش که یه تصمیم گرفتم، گفتم که اگر اومدم کانادا باید اوپن بوک بیام، یعنی اصلا قبول کنم کالچر کانادایی رو و اینکه به هر ضرب و ضربی که هستش باید انگلیسی صحبت بکنم. یه مقدار سعی کردم از محیط ایرانیا فاصله بگیرم توی محیط کاری و رفتم اینا که تو خیابون کار میکنن، اینا که همشون های ویز دارن یا لباسای شب تاپ دارن، به چه صورت اینا چیکار میکنن؟ بعد اینا چرا مثلا 2 میرن خونه؟ مثلا تا نیده بودم یه نفر 2 تعطیل کنه بره خونه. پرسجو کردن، گفتن که اینا یونیونه، حتی اگر بخوای شما عضو اینا بشی باید 1 سال تو نوبت باشی. بالاخره حالا با هر ترفندی که بود و پیگیریایی که کردن که انقدر بهشون زنگ زدن که در نهایت ظرف 6 ماه من عضو یونیون شدم. دقیقا هم نمیدونستم کار یونیون چیه، اما دیدم که محیط خوبیه، یعنی محیطی که به آدم اپورتونیتی میده و بعد از 2 سال و نیم من از یونیون تمام مدارکمو کسب کردم. NCSO رو گرفتم، رتیلم رو گرفتم و شروع کردم به عنوان Health and Safety Project Coordinatory مشغول به کار شدم. حالا تخصصی بخوام این CCW چی هستش، خدمت شما عرض کنم که ما هم آشنایی دارم با رشته الکتریشن. ما اینجا افرادی که تکنسین هستن توی کانستراکشن، میدونید که هر فیلدی کار خودش رو میکنه. مثلا میگن گلیزینگ کمپانی یا گلیزینگ ترید، فقط میان نصب پنجره میکنن. اینا حتی تولید پنجره هم انجام نمیدن، فقط میان نصب میکنن میرن. حتی اگر اون چارچوب کوتاه باشه یا کوچیک باشه، چارچوب هم دست نمیزنن. میگن هر کسی اومده چارچوب رو مثلا نصب کرده بیاد درست کنه، اندازه که شد ما میایم پنجره رو فقط جا میزنیم. یعنی کارشون فقط همینه. حالا یه مقدار تکنیکی تر هستش. همونطور که مثلا ما الکتریشن داریم، پلامر داریم یا گلیزینگ کمپانی داریم، ما یه دونه کانستراکشن کرافت ورکر داریم که مجموعه ای از بقیه کارهایی که پلامرها، الکتریشن‌ها و
گلیزینگ کامپانی انجام نمیده. یعنی کار فانورک، استراکچر ساختمون، به قول معروف جوشکاری، آهنگری، رودورک، ساخت زیربنا، تاسیسات و حتی پایپلاین، حتی کاری که مثلا لوله های آب و فاضلاب وقتی میخوان نصب کنن، پروژه بزرگ آنتاریو رو 99% یونیون لیونا انجام میده که همشون کانستراکشن کرافت ورکر هستن. درسته حالت پلامینگ داره، ولی خب این یونیون اون بخش رو تصاحب کرده، گفته فقط باید یونیون من این کار انجام بده. تعریفش هم گیجه براتون گذاشتم که works on a variety of structures such as residential, industrial, commercial and institutional sites. همه جا کار میکنن، حتی رودوی، کار تونل، کار توی های رایز، کار برجا رو انجام میدن. 90% نیرویی که داخل سایت هستش همین تیم هستن. حالا بعد بنا به کمپانی داره که شما براش دارید کار میکنید. حالا کمپانی شما اگر به قول توی استراکچر باشه، شما به عنوان استراکچر دارید کار میکنید. کمپانی شما کارش کد برداری باشه، هنوز سی سی دبلیو کانستراکشن کرافت ورکرید، ولی کار کد برداری میکنید با بیل مکانیکی. یعنی بستگی به کمپانی داره که شما رو هایر میکنه. حالا یونیون شما رو آماده میکنه برای انواع اقسام اینجور کارا، یعنی یه ترینینگ میذاره که شما کار با ماشینری رو یاد بگیرید، کار توی ارتفاع رو یاد بگیرید، کار با دستگاه ها رو یاد بگیرید، که به عنوان یه ممبری باشه که اویلیبلید که تو هر کاری برید. حالا یه کمپانی میاد میگه من 3 نفر مثلا نیرو میخوام، یونیون 3 نفر اولش معرفی میکنه به صورت رندوم. یعنی اینجوری نیستش که بخواد پارتی بازی بکنه، خیلی سیستماتیک میره جلو و اصلا از این کارا ندارم. اصلا شعارشون هم اینه که میگن برابری و برادری. خب داخل یونیون هر یونیونی واسه خودش ترنینگ سنتر داره. از این میخوام برسم به قضیه رتیل که ببینید که مثلا رتیل از چند روش میشه گرفت و بهترین روشی که خودم تجربه دارم از این طریق هستش. هر یونیونی واسه خودش ترنینگ سنتر داره. یعنی هر لوکالی عددی که میبینید مثلا زده لیونا 183، لیونا 506، لیونا 793، این کدی که آخرش داره بر اساس کاریه که نیروهاش انجام میدن. مثلا اگر یونیونی کارش فقط رزیدنشیال هستش، یک کد داره. یه یونیون دیگه کارش کامرشیال هستش، یک کد دیگه داره. شما عضو هر کدوم که بشید میتونید از این سویچ کنید به اون. یعنی فقط مرحله ورودش یه مقدار ممکنه سخت باشه، ولی وقتی واردش بشید میتونید بین همشون برید. یعنی شما امروز به عنوان کانستراکشن کرافت ورکر کار میکنید، شنیدید که تاور کرین اپراتورها یا اپراتورهای جرثقیل خوب پول در میارن، واقعا خیلی خوب پول در میارن، میخواید برید اپراتور جرثقیل بشید، اون همش یونیونه دیگه. یعنی واقعا از بیرون هیچ نیرویی نمیگیرن. وقتی شما از این لوکال هستید ریکوست بدید برید اون لوکال، اپروبتون میکنن. از بیرون که زنگ بزنید میگن 2 سال بعد تو نوبت وایسید. یعنی هر بار که شما بخواید موو کنید خیلی کارش راحت‌تره بین پوزیشن ها و کارهای مختلف. حالا هر یونیون با خودش ترنینگ سنتر داره. توی ترنینگ سنتر تمام ماشینری یا تمام اکویپمنت ها و تمام مسائل سیفتی رو اول به شما یاد میدن و به شما میگن که هر اتفاقی توی سایت بیفته یا هر اتفاقی بین شما کارفرما بیفته، ما اینجا هستیم و هوای شما رو داریم. یعنی یونیون حداقل این جلو که داره مثلا جلوی استیج نشون میده، میگه ما هوای نیروهای خودمون رو داریم. هر چقدر مثلا یا با کارفرما به اختلاف بخوره، ما این هوای ما دفاع میکنیم از نیروهای خودمون، که درست هم هست. یعنی وکیل داره. شما اگر یه روزی بخواید با کسی به مشکل بخورید یا اتفاق بیفته یا آسیبی ببینید که کارفرما حاضر نباشه که کامپنسیشن شما رو بده، یونیون وکیل داره که به صورت رایگان از شما دفاع میکنه، میره دادگاه. حالا از اون یه لول بالاتر میخوام براتون مثال بزنم. منو پلیس گرفت توی رانندگی، یعنی پولوور کرد، جریمه شدم و میخواستم این تیکت رو فایت کنم. زنگ زدم بهشون گفتم شما وکیل دارید برای تیکت فایت کردن؟ گفتم بله، ما یه بودجه $400 داریم، تا $400 میتونید از وکیلای ما استفاده بکنید و از اون باجت من استفاده کنید. یعنی حتی برای تیکت گرفتن که بخواید فایت بکنید وکیل دارم، به صورت رایگان بهتون اون وکیلا در اختیارتون میذارن و بنفیت های خیلی زیادی که داره. حالا بخوام از ترنینگ سنتر رد بشیم که یه سری فسیلیتی هستش که کامل 0 تا 100 به شما یاد میدن و غیر از اون چیزی که به شما یاد میدن و کارفرما حق نداره از شما بخواد. حالا این کرایتریا، چیزهایی که به شما یاد میدن، همون چیزهایی هستش که توی رتسیل میاد، توی آزمون نهایی میاد. حالا اون آزمون رو باید مثلا چند هزار ساعت کار بکنید که الیجیبل بشید که برید اون آزمون رو برید. حالا اون آزمون که خودش رتسیل چه بنفیت داره رو بهش هم میرسه. اینجا یه چند تا چیزشو گذاشتم. یکی که بابت
حسابش هستش. خب یونیون اینجوری که همه چیز شفافه. وقتی شما وارد یک کمپانی میشید حقوقتون مشخصه، 8 ماه بعد مشخصه، 1 سال بعد مشخصه، تا 3 سال آینده. یعنی میگن شما 800 ساعت کار میکنی، حقوقت از این عدد میشه این عدد، دیگه لازم نیست فایت بکنی به خاطر حقوقت. و زدن که مثلا شما 4 ماه کار میکنید، بعد به شما بنفیت تعلق میگیره، پنشن پلان تعلق میگیره، یا بنفیت های دیگه ای به شما تعلق میگیره. اون 4 ماه اولا به خاطر اینکه به شما نمیدن که مطمئن بشن که شما ممبر میمونی، یه هفته نمیید بعد مثلا کویت بکنی. کیس WSIB دارید، یعنی خدای نکرده اتفاقی سر کار برای شما بخواد بیفته، 0 تا 100 به قول معروف نه تنها WSIB کارفرما موظف بر شما داشته باشه، خود یونیون هم پیگیری میکنه. پنشن پلان، پنشن میشه چی؟ حقوق بازنشستگی. حقوق بازنشستگی بعد 55 سال داره، یعنی شما بعد 55 سالگی میتونید حقوق بازنشستگیتون رو دریافت بکنید، ولی این بستگی به لوکالتون داره. مثلا لوکالی که من بودم 506 میگفت بعد 55 سالگی شما اگه 30 تا کردیت داشته باشید میتونید بیاید کشش کنید و دیگه اصلا برید خونه بشین. حالا تقریبا چیزی بین 5500 تا 6000 دلار در ماه. حالا یه یونیون دیگه اینو گفته بعد 60 سالگی میتونید استفاده کنید، ولی کلا همه یونیون ها بعد 60 سالگی میتونن که افراد چیز بشن، بازنشسته بشن و هر چقدر مثلا کار کردن کردیت گرفتن و ازش بهره ببرن. یه خوبی که داشت و من ازش خیلی استفاده کردم Access to Resources بود، Infrastructure Health and Safety Association یا بهش میگن IHSA. این اسوسییشن تمام سیفتی توی کانستراکشن رو به شما آموزش میده و کورساش گرونه، مثلا یک کورسش 200 دلار، یک کورسش از 400 دلار. اگه بخواید ترش مثلا جمع ببندید که بخواید مثلا مواردی که لازمه یه سوپروایزر بدونه رو یاد بگیرید، نزدیک 2000 دلار هزینه شه. و اینا قرارداد دارن با یونیون شما، یعنی هم میتونید برید یونیون ترنینگ سنترش این دوره رو ببینید، یا دلتون میخواد برید IHSA ببینید، به یونیون میگید برای شما اکانت میسازن، به صورت رایگان برید سازمان IHSA، دوره های سوپروایزری میبینید، دوره های سیفتی میبینید، یا خیلی از دوره های دیگر رو میبینید. بنفیت دیگه که یونیون داره اینه که، حالا به شخص ها میگم که لیونا داره، اینه که برای شما یه دونه پرونده باز میکنه با مینیستری آف لیبر و شما یه دونه امپلویمنت ترینینگ کانسالتنت دارید. اینه که شما مثلا ارتباط دارید با مینیستری آف لیبر، یه دونه کانسالتنت دارید، یه مشاور دارید که میگید که من میخوام این کار مثلا من کردم، میگم من میخوام آزمون رتسیل رو بدم، چی کار باید بکنم؟ گفتش تو 800 ساعت کار کم داری، این 800 ساعت رو باید بدی، بری 2 ماه دوباره دوره ببینی، اپرنتیسشیپ تموم بشه، یه دوره کارآموزی نزدیک 2 سال طول میکشه و بعدش بتونی این آزمون رو بدی. من رفتم این کار رو انجام دادم و آزمونا رو دادم که قبول شدم. گفتم خب همین کارا رو من کردم، میخوام بیام آزمون بدم. حالا باز از بنفیت های لیونا اینه که همه آزمونایی که هزینه داره 180 دلار، یه دونه 180 دیگه، یا خود رتیک نزدیک 200 خورده ای بود، همش دوباره رایگان. گفتم من همین دوره رو گذروندم، میخوام برم رتسیلام بدم. خود این کانسالتنت یا مشاور مینیستری آف لیبر بر من همه چیز ستاپ کرد که من برم آزمونش رو بدم. بریم بنفیت بعدیش، اینشورنس که آن تاپ آف اوهیپه. خب افرادی که اینجا پی آر هستن و سیتیزن هستن میدونید که خب همشون درمانشون رایگانه، ولی دارو رایگان نیستش، بعضی از آزمایش ها رایگان نیستش، بعضی از خدمات اینطور نیستش. با بنفیتی که بعد 4 ماه کار کردن به شما میدن، کارتی که به شما میدن، شما 99% قرص ها، داروها، حالا خدای نکنه کسی حالا استفاده شلا موقعیتش پیش نیاد بخواد استفاده بکنه، ولی تمام قرص ها 99% و همه خدماتی که اوهیپ کاور نمیکنه رو اون کارت بنفیت شما بهش که میگن هلت بنفیت کاور میکنه و اون برای کل خانواده است. یعنی کسی که 4 تا بچه داره، مثلا خیلی بعضی از همکارای من بودن که 4 تا 5 تا بچه داشتن و به خاطر همین اصلا عضو یونیون شده بودم. گفت من 4 تا بچه دارم، با همسرم 6 نفریم، من با این کار کردن همه رو دارم کاور میکنم مثلا با اوهیپش. یه بنفیت بعدیش گرانت فور اپرنتیسز هست. شما وقتی عضو یک یونیون میشید، اولش که باید برید ترینینگ سنتر دوره ها رو ببینید، خب شما دارید رایگان دوره میبینید، یعنی پولی دریافت نمیکنید بابت اون 2 ماهی که میرید ترینینگ سنتر. 8 صبح تا 3 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر مثل کار میمونه، فقط دارید یاد میگیرید، پولی دریافت نمیکنید. وقتی 2 ماهتون تموم بشه، فارغ از اینکه اصلا کار بکنید یا نکنید، خود مینیستری آف لیبر به شما 1500 دلار تقدیم میکنه، میگه مرسی بابت اون 2 ماهی که شما وقت گذاشتید توی ترینینگ سنتر فلان لوکال. البته همه اینا 2 برابر برای بانوان، یعنی به بانوان 3000 دلار میده.
بعد 1 سال کار کردن دوباره، چون شما کارآموز خوبی بودید و سر کار موندید که کلی هم پول دریافت کردید، بعد چارت دیگه اینجا گذاشتم، مثلا ساعتی $30 تقریبا الان شروع میشه. دوباره به شما $2000، به خانوما $3000 حدودا پرداخت میکنه. مرسی که 1 سال داخل مثلا یونیون بودید و مشغول به کار بود، مرسی که دارید آنتاریو رو میسازید، حالا اینجوری اسمش رو بگیم. و قص الهازا گفتم حقوقش هم که کاملا مشخصه، یعنی شما نمیخواد فکر کنید که او مثلا سوپروایزر من چقدر ممکنه بگیره، نکنه من دارم میاد کار میکنم اونم من بیشتر بگیره، یا مثلا که همه چی مشخصه. کارفرما از شما نمیتونه ساعت‌های بیشتری بخواد، اگه ساعت بیشتری بخواد کار بکنید باید مثلا دریافتی بیشتری بگیرید، یا حقوقتون 1.5 برابر میشه حداقل، یا خیلی شرایط دیگه که همه چی کاملا به شما توی ترنینگ سنتر یاد میده. یا حتی اگر کاری باشه، کوچکترین کاری باشه که بلد نباشید، نباید بترسید مثلا من ممکنه بازخواست بشم، توبیخ بشم یا اخراج بشم. خیلی راحت میگم من بلد نیستم، میخوام برم ترنینگ سنتر یاد بگیرم، یه هفته طول میکشه. تو اون شاید مثلا کارفرما ترجمه بده به بسپاتش به یه نفر دیگه که مثلا کارو قبلا انجام داده. فقط برای آنتاریو هست. ببخشید این منظورتون خود یونیونه؟ اگه یونیون رو منظورتونه که نه، همین لیونا تو کل کانادا هستش، ولی بستگی به آدرس لوکالش عوض میشه، یعنی اعداد عوض میشه. ما الان یه دونه لیونا داریم توی ریچموند هیل 506، یه دونه تورنتو داریم 183، یکم سمت غرب داریم 793. حالا تا ونکوور هم برید فقط عددش عوض میشه. برای ونکوور همه اینا، تمام یونیون ها و همه کارهاشون بر اساس اگریمنت که فقط کد انتهاش عوض میشه، ولی همین لیونا هستش. بله. خب توی بحث کریر پث و اینکه خب حالا کانستراکشن کرافت ورک چیکار ما، شما 2 ماه رفتید آموزش دیدید؟ ببخشید من سوالم رو ببینم. شما رفتید 2 ماه آموزش دیدید و منتظر توی لیست یونا رفتید که، یا هر یونیونی رفتید که منتظر که مثلا کارفرما بخواد شما رو استخدام بکنه، کجا باید طبقه کار داشته باشید؟ تو قسمت پریکس قطعات پیش ساخته. اینجا قطعات پیش ساخته اگه نماهای های رایز رو نگاه بکنید یا خیلی از پلازاها رو اگه دقت کرده باشید، نماهاشون بتونیه و اصلا بنا نداشته، یعنی اینا توی کارخونه ساخته میشه، با تریلی میاد سر سایت و با جرثقیل نصب میکنن روی اسکلت ساختمون که بهش میگن پریکس پنل، قطعات بتونی پیش ساخته. خب یه نیرویی هستن که این قطعات رو نصب میکنن روی استراکچر که من بیشتر از 2 سال اونجا سابقه داشتم. هر فردی که شما توی خیابون میبینید که کار رود ورک میکنه، کانستراکشن کرافت ورکر، کار آسفالت میکنن، دارن گود برداری میکنن با اکسکاویتور، با بابکت دارن یه چیز جابجا میکنن. 99% گروه ها عضو این تقریبا کتگوری قرار میگیرن، عضو این کتگوری هستن. افرادی که پایپ لیر هستن، لولای فاضلاب که عکسشو پایین گذاشتم خدمت شما عرض کنم که، و کلا کار رزیدنشیال، یعنی کار فرم ورک، کار بتون، کاری که مثلا هر چیزی که مربوط به بتون باشه رو توی این کاتگوری قرار میده و این نیروهایی که دوره دیدن این کار رو انجام میدن. آدرس سایت رو حتما براتون میذارم، من فقط جواب میدم. سوال بخش من متوجهم چجوری باید وارد یونیون شد. اینو من انتها خدمتتون توضیح میدم که چجوری میتونید وارد یونیون بشید و اینکه اصلا چجوری هستش، چون هم مصاحبه داره و هم یه دونه آزمون داره. آزمونش راحت تقریبا، فقط اگه قبلش تمرین کرده باشید. خب خدمتتون عرض کنم مثلا الان یه چیز راجع به این چیز بگم، کاری که پروژه که الان وجود داره، آنتاریو لاین الان دارن یه دونه جاده و تونل میسازن از همین روز یه جور شاتداونش کردن، یه موزه بود، ساینس سنتر. از ساینس سنتر تا انتهای گاردنر دارن یه دونه پروژه چند $10 بیلیون رو آنتاریو داره اجرا میکنه و توی این مسیر باز میگم اکثریت یونیون 506 و 183 هستش، یعنی چند هزار نفر رو اصلا اینا استخدام میکنن، چون همش کار رود ورک، یعنی پایپ لازم داره، گود برداری لازم داره، انتقال خاک لازم داره، و اینکه خود آسفالت، کار آسفالت، و اینکه چند تا استیشن که ایستگاه اتوبوس و ایستگاه مختلف وجود تو این مسیر رو همه رو این نیروهای یونیونی انجام میدن. حالا
اپورتونیتی که خدمتتون گفتم و بابت جاب مارکتش اینه که اگه قسمت چپ رو نگاه بکنید، این فردی که وسط هستش آقای پچینی، مینیستر آف لیبر، وزیر کاره، و حتی فرد قبلی که وزیر کار بودش هم همین کار میکرد، میومد به یونینا سر میزد و تجهیزاتشون رو میدید و بابت پروژه که در آینده قرار اجرا بکنن آقای پچینی و حتی مینیستر قبلی میومد گفت که شما چی لازم دارید ما بودجه رو به شما اختصاص کنیم. یعنی شما توی اخبار میخونید که میگن آنتاریو 1 بیلیون دلار گذاشت برای آموزش اسکیل ترید ورکرها، یا مثلا 500,000 دلار اختصاص میده فقط برای افرادی که میخوان چه میدونم چکش دستشون بگیرن، 2 میلیون دلار میذاره فقط برای افرادی که میخوان کار لیاوت بکنن یا نقشه برداری سایت بکنن. اینو بیرون به کسی نمیده، اینا رو میده به یونیونا. یعنی میره مثلا 506 رو میبینه، 793 رو میبینه، 183 رو میبینه، میگه ما در آینده مثلا اینقدر نیرو لازم خواهیم داشت، شما چی لازم دارید؟ میگه ما 2 تا بیل مکانیکی بزرگ میخوایم، ما 3 تا بابکت میخوایم، ما مثلا 2 تا سوینگ استیج میخوایم که بچه‌ها رو بتونیم آموزش بدیم، و اون هزینه ها رو اخبار میاد پابلش میکنه. میگه مثلا مینیستر اف لیبر امروز مثلا 5 میلیون دلار بابت این ترید اختصاصات، این رو میبره به یونیون، به بیرون نمیده که مثلا سازمان کوچیک بتونن ازش استفاده کنن. خیلی کم، چرا گرانت میتونن بگیرن ولی مبلغ اصلی 99% مبالغ میره توی یونیون. این عکس سمت چپ پایین اگر دقت کنید، به جای اینکه بخوام به افراد تکنسین ها ببرم مثلا توی سایت اکسکاویشن یا بیل مکانیکی یاد بدن که بخوام زمین گود برداری بکنن، و همه دستگاه رو گذاشتن مثل گرند پریسمو که با همین دم و دستگاه به صورت ویرچوال استفاده بکنن. یعنی واقعا مو نمیزن، حتی این همه چیزش هم ویبرو میزنه، قشنگ انگار توی دستگاه اکسکاویتور هستی. یا عکس سمت راست، پروموتینگ وومن این ورک فورس. خب خیلی احترام میذارم به خانم‌ها و اصلا اپورتونیتی فوق العاده هست برای بانوان. اولا اینکه خب حقوقشون این آقایون هیچ فرقی نمیکنه، و دوم از اینکه خیلی به قول معروف جای رشدشون سریعتر از حتی بعضی از آقایون، یعنی خانم‌ها که میان سریعتر میتونن پیشرفت بکنن. خب میبینیم آیا اینا رو تو سایت توی کانستراکشن ما اینا رو میبینیم؟ بله، من به شخصه خب خیلی ها رو دیدم، اما به قول معروف هنوز برابر نیستش. مثلا چقدر میتونم بگم 5% هر سایت میاد 2 تا 3 تا خانم میبینیم، ولی همچنان هستن و دارن بیشتر و بیشتر میشن. شاید مثلا سال 2019 انقدر نبودن که الان هستن و خیلی گرند تعلق میره بهشون، خیلی ساپورت میشن و میگم هر چیزی که پرایزی که میذارن برای آقایون 2 برابرش به خانوما میدن. یه نکته راجع به خود رکسی بخوام بگم، اگر شما، حالا نمیدونم کسی عضو یونیون نباشه این اتفاق براش میفته یا نه، ولی اگه شما عضو یونیون باشید، رجیستر باشه با مینیستری آف لیبر، وقتی شما رکسیل میگیرید 2000 دلار به شما جایزه تعلق میگیره. خب برای بانوان من فکر کنم اینم باز 2 برابر بود، یعنی میشه 4000 دلار. یه اپورتونتی بعدی نیستش که آدم فقط بخواد این سرتیفیکیت بگیره، خودش رو آپگرید بکنه و بخواد به قول معروف مشغول به کارم بشه. next step for job improvement. خب حالا گیرم شما مثلا وقتی کار رود ورک، آیا شما میخواید توی کار رود ورک بمونید؟ نه الزاما. آیا شما میخواید مثلا توی کار بتون ریزی باشید؟ البته که نه. خب به چه درد میخوره اگر یه نفر نخواد این کار رو برای لایف تایم داشته باشه، یا مثل من بخواد فقط 2 سال 3 ساله همه مدرکش رو بگیره، اکسپرینسش رو جمع کنه و بگه که من میخوام برم مثلا توی یه فیلد دیگه ولی با اون اکسپرینس قبلی. این مخاطب همه افرادیه که دوستانی که از ایران اومدن و میگفتن که خب من سابقه تو ایران دارم، یا میخوام پی ام شم یا سوپروایزر. من همچنان توضیح دادم که نمیتونید یا این بشید یا اون، باید هدف بذارید یا سوپر بشید یا پراجکت منیجر باشید، دوتاش با هم اصلا نمیشه. افرادی که میخوان سوپروایزر بشن، این خیلی مسئله خوبی که شما وارد کانستراکشن کرافت ورکر بشید، این بار به پروژه های مختلف باشید که ببینید اصلا کی میان کی میرن، بریک تایمشون چیه، اصلا تیم‌ها چجوری کار میکنن، یا رئیس چجوری برخورد میکنه. بعد یه مدت که لنگویجشون رو یاد گرفتید، وقتی شما ریت سیل میگیرید میتونید به عنوان فورمن یا سوپروایزر مشغول به کار بشید. معمولا کانستراکشن سایت این عکس وسطی که گذاشتم، خب اونر یا بیلدر یه تیم خودش داره دیگه، یعنی خودش سوپروایزر داره، سوپروایزر اسیست داره و چند تا فورمن داره. بعضی وقت سوپروایزر خودش کانستراکشن کرافت ورکر بوده که ریت سیل گرفته، و بعضی وقتا الکتریشنی بوده که ریت سیل گرفته، و بعضی وقتا خودشو
اسیستش و فورمن سایت همشون اصلا باید کلا رسیدین، بستگی به کمپانی داره. یه دونه کمپانی خوب هستش به اسم PCL که من تو با یه سوپروایزرش داشتم صحبت میکردم، میگفتش که من تازه میخواستم سوپرشم از اسیستی برسم به سوپر، گفته من حتما باید برید یه دونه رتیل بگیرید بیارید اینجا به ما نشون بدید بکنیم یک سوپروایزر. حالا اصلا نخواستید شما سوپروایزر بشید، خوبی بعدیش چیه؟ این عکس دست چپ که من اینو توی کابینت تاورکین گرفتم. شما خوبیش اینه که شما میچرخید بین پروژه‌های مختلف، بین تریدهای مختلف و کارهای مختلف شما میچرخید، میتونید سویچ کنید به وودورک، پس فردا برید توی مثلا های رایز، پس فردا برید ببینید که اینا دارن چی کار میکنن، یه بار برید سوار لیفت بشید، چون خیلی گسترده است، خیلی گسترده است. شما توی این شرکت کار میکنید، زنگ میزنید یونیو میگه کاری هست مثلا فلان کاری که من خیلی بیشتر علاقه دارم، یا اگر جاب یه کاری باز شد به من خبر بدید، من میخوام اونجا مثلا من مشغول به اون کار بشم، میخوام اون کار یاد بگیرم. خیلی با شما کنار میام و اگه اپورتونتی باز بشه شما رو میفرستن اونجا. و خوبیش اینه که شما خیلی چیزای مختلف رو میبینید، در نهایت تشخیص میدید اوکی آیا من اصلا میخوام الکتریشن بشم یا نه، میخوام پلامر بشم یا نه، یا اپراتور تاور کرین بشم یا نه. مثلا میگه خب تاور کرین اپراتور ساعتی $100 $120 مثلا ممکنه در بیاره، چقدر خوب، روزی هم 12 ساعت قرارداد داره، چه کار بکنه چه کار نکنه. ولی وقتی شما وارد اون کابین میشید ببینید که اصلا میتونید 2 ساعت دووم بیارید یا نه. بعد میبینید که خب سرابه. یا مثلا خیلی از الکتریشن ها رو میبینید همه میگن الکتریشن خوبن، اگه کسی مثلا بتونه کار الکتریکی بکنه نونش تو روغنه. توی سایت میبینید که مثلا آیا دلتون میخواد الکتریشن بشید یا نه، یا اپورتونتی بهتری وجود داره. چیز خوب و بدی اصلا وجود نداره، بنا به علاقه که دارید دارم میگم که این اپورتونتی وجود داره که با افراد خیلی مختلفی صحبت بکنید و کسایی که واقعا مشغول به کار هستن به شما نظر میدن که آیا مثلا قدم بعدی خوبه که بری سوپروایزر بشی یا نه اصلا بری تو شرکتشون. خیلی از همکارای منو به قول معروف دزدیدن، یه طرف انقدر کارش خوب بود یه شرکت دیگه میاد میگه آقا بیا این کارت منو بگیر دوشنبه زنگ بزن بیا سر کارمون سوپروایزر. این اتفاقا ممکنه بیفته. ترید کد 450A نان کامپالسریه، یعنی حتما نباید شما دوره اپرنتیسشیپ بگذرونید، شما میتونید مشغول به این کار باشید و اگر بخواید که آزمون رتیلش رو بدید باید 2880 ساعت فقط از طریق کارفرما برای شما ساعت رد بکنید که اثبات بکنید که توی کانادا نزدیک 3000 ساعت دارید کار میکنید. یه آزمون داره، خب آزمون سختی هستش. بنفیت آزمونش اینه که خب میتونید برید لول های بالاتر یعنی سوپروایزر بشید، یا از اون رتیل استفاده بکنید مثل من برای هدف بعدی که برای من هلت اند سیفتی بودش، برید تو قسمت بخش امنیت و ایمنی ساختمون سازی. و بنفیت های دیگه ای داره که خب قطعا تجربتون بیشتره، یا وقتی میخواید نظر بدید حتی 4 نفر باشید که با همدیگه 5 سال کار کرده باشید، خب یه جا همه نظر مختلف باشه، کسی که رتیل داره میگه من رتیل دارم میتونم به نظر من بهتر که این کارو بکنه و کسی مثلا زیاد باهاش چیز نمیکنه، آرگیو نمیکنه. بیان اینجا شاید اولش که وارد مارکت میشید سرتیفیکیت زیاد مهم نیست شما از ایران چی میارید، ولی سرتیفیکیت هایی که توی کانادا به دست میارید خیلی مهمه و اتفاقا وقتی میخواید وقت نظر دادن میشه ممکنه یه نفر بگه شما اصلا کوالیفاید نیستی که این حرفو بزنه، بر اساس چی داری این حرفو میزنی؟ وقتی بگی من اینجا سرتیفایدم یا کوالیفایدم دیگه تموم شده است. خب من ببخشید اولش هم خدمتتون می‌خواستم اینجا بزنم لینک ها رو، الان براتون میتونم بگم که اگر شما بخواید گوگل سرچ بکنید لیونا رو بر اساس لوکال چیز میکنن، سرچ میکنن، مثلا لوکال 183 یا 506 که بیشترین افرادو داره، افرادی هستن که کانستراکشن کرافت ورکر هستن. لوکال های دیگه بیشتر آپراتور میگیرن. یعنی به چه صورت؟ مثلا شما اگر بخواید کار اکسکاویتینگ کمپانی بخواد کار اکسکاویتینگ بکنه، خب آپراتور بیشتر لازم داره تا کرافت ورکر، یعنی افرادی میخواد که آپراتور باشن و به شما کار آپراتوری یاد میدن. ولی خب بازار کارش اونقدر مثل این دوتا اولی زیاد نیستش. اگر گوگل بکنید لوکال 183 یا لوکال 506 براتون میاره که توضیح داده که چجوری میتونید عضو بشید. فقط مسئله که وجود داره اینه که اینا با سین نامبر شماره 9 به راحتی عضو نمیگیرن. چرا؟ برای اینکه سین نامبر شماره 9 گویا برای استودنت ها، رفیوجی ها و اوپن ورک پرمیته.
و اینجا که دیدید که استاتوس رو دقیقا خیلی چیز نمیکنن که بگن شما بیا ثابت کن استاتوست چیه. وقتی کد 9 رو میبینن میگن خب ما نمیدونیم استاتوسش چیه و ترجیح میدیم این کارو نکنیم چون ممکنه پس فردا برنامه در سر بشه. ولی اگر اشورشون بکنید که واقعا این کار رو علاقه دارید و میخواید انجام بدید، قبول میکنن که واقعا اتفاق افتاده قبلا که قبول میکنن و شما رو قبول میکنن که شما رو عضو کنن. خب کسی از دوستان سوال داره بابت خود یونیون و بابت خود رتیل کانستراکشن کرافت ورک و خود نحوه کارش؟ اصلا کسی علاقه داره که بخواد وارد این کار بشه، که میخواد مثلا از کجا وارد بشه و یا تفاوتش نسبت به شرکت های نان یونیون چیه؟ بفهم خانم آقای روی فیروزی. سلام عرض میکنم، خیلی ممنون جناب آقای پیمان، متشکرم از سمینار خیلی خوبی که ارائه کردید. صدای منو دارید؟ بله بله خواهش می‌کنم بفهم. سوال من این بود که برای فردی که تخصصش تو ایران یه چیز دیگه ای کلا بوده ولی علاقه‌مند هستش که در این حوزه کار بکنه، اه، اه، چه راهکاری وجود داره برای اینکه مهارت‌های لازم رو به دست بیاره تا بخواد وارد این حوزه بشه؟ اصلا شانسی داره برای اینکه بتونه توی یونیون اکسپت بشه درخواستش؟ به سوال بسیار قشنگی اشاره کردید، ممنونم ازت. خواهش می‌کنم. ببینید خب میدونید که اینجا واقعیت همینه، مسئله اینجاست که یونیون هم هیچ گروهی برای رضای خدا که موش نمیگیره. یونیون حالا سودش برای یونیون چه که قراره به شما خدمات وکالت، خدمات مهاجرت، خدمات نمیدونم چی ارائه بده. یه دلیل دیگه هم اتفاقا الان یادم افتاد که سی نامبر شماره 9 و علاقه ای ندارن که بخوان استخدام بکنن، اینه که حالا تریکشو بهتون بگم. گفتن که شما وارد یونیون که میشید وکیل دارن و وکیل رو باید در اختیار شما بذارن و اگر شما مشکل مهاجرتی بخورید اونا موظفن برای شما وکیل مهاجرتی بذارن، حالا به صورت رایگان تا حدی. برای همین اینه که میگه ما نمیتونیم خیلی سین نامبر شما رو 9 بگیریم. اگر طرف نخواد مثلا بمونه یا مشکل مهاجرتیش بخوره، ما موظفیم که بهش وکیل بدیم و از جیب خودمون پول وکیل رو بدیم که مثلا یه نفر رو بخوایم به زور نگه داریم. اینه که میگم ترجیح میدن که یه نفر با پیار یا سیتیزنشیپ بیاد. اما اگر کارتون خوب باشه یا علاقه نشون بدید که من آدم بی دردسری هستم یا واقعا علاقه به این کار دارم، میخوام لانگ ترم بمونم، ممکنه قبول بکنن که قبلا این اتفاق افتاده. حالا سوال شما برای من هم همینطوری بود. یعنی من اصلا کار تکنسیانی، کار تکنیکی اصلا من هیچ صفر بودم و اینه که یه دونه آزمون میگیرن، آزمون ریاضی هستش، آزمون ریاضی و زبان. اینا خیلی ساده است، فقط میخوام ببینم که شما میتونید اینچو به متر تبدیل کنید، اینچو به سانتی متر تبدیل بکنید، یا مثلا رنگ سبز و قرمز رو میتونید تشخیص بدید که مثلا اگه ما چند تا حوض داشته باشیم، یه دونش برای اکسیژن باشه، یه دونش برای پروپان باشه، اینا رو مثلا یه روز چه میدونم یک کارگاه نره رو هوا که شما بگید آخ ببخشید مثلا نفهمیدم قرمز برای اکسیژن بود یا سبز. یه آزمونی میگیرن که یه آدم نرمال با یه ادویکیشن کاملا نرمال که از نظر اینجا دیپلم اینجاست میتونه کامل آزمون رو پاس بشه و یه مصاحبه ازتون میگیرن. مصاحبه خیلی تکنیکال نیستش، میخوان اولا که ببینن که شما علاقه دارید به این کار و میدونید که اصلا با چه شرطی مواجه هستید، که مثلا خب کار شما از 7 صبح شروع میشه ولی اون خیلی زودتر ساعت 2 نیم 3 تموم میشه و اکسپکتیشن شما رو بشنوید که آیا مثلا میخوای بمونی یا میخوای مثلا در آینده یه کار دیگه رو بکنی. خب اگه علاقه نشون بدید و بر اساس سنتون میگید من میخوام لانگ ترم اینجا بمونم، اونم بعدش نمیاد میخوان عضو بگیرن، برای اینکه درصدی از حقوق شما تعلق داده، یعنی ترانسفر میشه به حساب یونیون. به طور مثال شما پکیجتون ساعتی $66، اگر یک سال کار بکنید، یک سال و نیم کار بکنید، پکیجی که میگید ساعتی $66، اما چیزی که تو جیب شما میشه ساعتی $45. بقیهش میشه تکستون، بنفیتتون و سهم یونیون. ساعتی تقریبا $20 از حقوقتون کسر میشه بابت همه خدماتی که یونیون به شما میده و بابت تکسی که پرداخت میکنید. میگم اگر بخواید کامیونیکیت بکنید و بگید که من علاقه دارم و میخوام مثلا مصاحبه بشم یا حتی یه اپوینتمنت بگیرم که یه نفر رو ببینم، یک کانسالتنت شما رو ببینم، قطعا به شما جواب میده. برای اینکه همین الان در حال حاضر پروژه بزرگ اینفراستراکچر داره شروع میشه و جنگ بین این یونیوناست که کدوم بتونه کانترکت بیشتری رو بگیره که نیروهاشو بفرسته توی اون پروژه. آقای مهندس، من یه سوال دارم، میتونم سوال بپرسم؟ خواهش کنم بفهم. آقای مهندس، من مهندس سیویل هستم از ایران
و دکترای عمران داشتم. بعد حالا یه فوق لیسانس مدیریت اجرایی داشتم، استاد دانشگاه بودم. در این حال تو واترن ویس واتر کمپانی 33 سال کار کردم، ریتایر شدم. یعنی اصلا از 33 سال با لوله و الکتریسیته و مدیر برق و تاسیسات شرکت آفاضلاب تهران هم بودم. یعنی مثلا شما خودتون دیگه میدونید که مدیر برق و تاسیسات شرکت آفاضلاب تهران خودش هم باید بلد باشه، به خاطر اینکه خیلی خطرناکه. آب میدونید که تو ایران همه چیز سیاسی، کوچکترین اتفاقی بیفته میگیرن میبرن. خدمت شما عرض کنم که اینجا هم اومدم من با پیار اومدم، متوجه هستین، استارتاپی بودم. خدمت شما عرضم که الانم جورج براون بهم واتساپ دادن، دارم ثبت نام کردم برای ردسیل. خب چون اصلا تو این کار رخصت تو واتر اند بیس واتر کمپانی سالیان سال با اینا، با این موتورها و پمپ‌ها و همین سیستم‌های بزرگ، چه می‌دونم تمام سیستم‌های 6 کیلوولت و 10 کیلوولت و 20 کیلوولت و نمیدونم فرض کنید ستاره مثلث و تابلو، همین مدارا کار بارها بود انجام شده و حتی خودم عملی ما دوره‌های فنی می‌دیدیم، باید چون خودمون بلد بشیم. نظرتون در مورد این رشته‌ای که انتخاب کردم؟ یه چیزی که خیلی نظرمو چیز کرده، یه حالتش نوشته تکنیکال، یه حالتش نوشته تکنیشن. متوجه هستین؟ توی جورج براون و هامبرگ کالجی که سرویس می‌کنید دو تا حالت داده. مثلا یکی، اولا که یکیش به حالت 3 ساله است، دوره 3 ساله است، یکیش به حالت دوره 2 ساله است. یعنی میفهمن بین این دوتا یکیش نوشته مینتینس، مثلا مکانیکشه، یکیش نوشته تکنیشنشه. در صورتی که تو ایران اگه خودتون مطلع هستید، تکنیشن همون کسیه که بالاخره دست آچاره دیگه، تکنسین. متوجهی؟ ولی اینجا می‌خواستم بگم بین تکنیشن و در حقیقت اون که مکانیکشه چه فرقی و کدومش رو شما پیشنهاد می‌فرمایید؟ میفرمایید این رشته که بعد تو جورج براون برداشتی چیه؟ یه بار دیگه بی زحمت. جانم؟ این رشته که برداشتیده میشه بفرمایید چی بود؟ هیتینگ اند کولینگ رفریجریتور رسیل دیگه. بله من رسیل. یعنی برای رسیل شما دوره برداشتی، برای خود کارش شما معمولا برای خود رسیل که برای دانشگاه. ببین من حالا شما یه سایتی الان یونیون رو فرمودید، من چک کردم اونو، همین خودش اینو لوکال خودش داره، فکر کنم لوکال 27 یا 127. آره، یعنی در نهایت شما وقتی دوره رو میگذرونید به عنوان تکنسین یا مکانیک، کسی که خب مثلا اینجوری بهتون میگم، ببینید شما میتونید از طریق یونیون هم اقدام بکنید، ولی شما وقتی ابتدا از یونیون 2 ماه ترینینگ میبینید و وارد کار میشید، خب حق ندارید دست به برق بزنید، حق ندارید دست به کنترل یا قطعات خیلی پیچیده بزنید که برای خودتون ممکنه برای کلاینت خطرناک باشه یا هزینه داشته باشه. اینه که شما باید بر اساس ساعتی که پر میکنید پیش کسی که رسیل هستش باید نگاه بکنید، کم کم دوره ببینید، ساعت پر کنید که اجازه داشته باشید دست به اون قطعات خیلی حساس بزنید. حالا شما میتونید برید جورج براون همین دوره رو ببینید، درست، که شما اصلا به عنوان یک مکانیک یا به عنوان یک تکنیشن این قطعات اچ‌وکی که مثلا هیتینگ و کولینگ به مشکل میخوره که شاید هم بخشش برقی باشه، شما اجازه داشته باشید که بتونید بهش دست بزنید ولی لایسنسش رو داشته باشید. اصلا ما جزء سیلابس‌های درسش هست، مثلا پلامبینگ و G1 G2 G3. بله اون اصلا الکتریشن، چون من خودم تو وزارت کار ایران هم برق صنعت هم برق ساختمانم گذروندم، میدونید اونجا عملیه. مثلا انواع کنتاکتورها F یا A اینا شما شاید تخصصی بدونید، یا حتی یه علامت سوال درست، یعنی دو تا سیمو با هم قلقام به هم ببندین، انواع مقاومت و رنگاش، اینا همه رو شما عملی، مثلا بعد میرسه به تابلوهای برق مثلا یکی پس از دیگری، یکی به جای دیگه، اما تابلوهای ضمنی، اینا همه اینا رو ما عملی کار کردیم. یا مثلا مدارا رو، مدار قدرت، فرمان، چه میدونم کنتاکت، همه اینا رو ما کار کردیم. حرف من اینه، من اونجا چون تو اونجا یه درس داره، اصلا کورس داره توی این زمینه برق و اینا، چون رسیل بعد اونم بلد باشه دیگه، هم پلامبینگ بعد بلد شما باشه. شما اصلا توی حالا این بخش که اصلا یه ترید دیگه است کلا، ولی توی اچ شما رسیل خاص خودتون رو میگید، اونی که شما بابت برق میگید اصلا اون رسیل الکتریشن ها هستش. اینه که بگم شما هر کار تخصصی که میخواید واردش بشید رسیل خاص خودش داره. اول باید برید داخل وبسایت آنتاریو اسکیل تریدز آنتاریو، ببینید که رشته که شما دارید میخورید اصلا رسیل بهش تعلق میگیره یا نه. اگر تعلق میگیره کدش چنده و بر اساس کد امتحانشه منظورتون؟ کد امتحان که تو کد امتحان و خدمات کاری که باید شما باید بکنید. خب شما مثلا
توقعاتون اینه که مثلا من میرم مثلا با بورد سر کار دارم برای اون میرم رسیل میگیرم. شما مثلا رسیل رو گرفتید ولی چون کدی که در نظرتون بود یه کد دیگه است، بازار کارش متفاوته. یعنی درسته اون رسیل گرفتید ولی میفته اونو توی من بازار فکرشو کار. کردم، مثلا دیدم این فناوران یه کدایی داره، مثلا کد گس مثلا 5 بار بخواید بگیرید، متوجه از اون متوجه شدم که شما باید بری مثلا مثل فناوران یه کلاس کنکوره اون رو بخونی، ولی کسی که مثلا دانشجو اون رو میگذرونه دیگه خب خیلی اطلاعاتش بیشتره، 2 سال درس خونده دیگه، دیپلم بهش میدن. میخوام اونو ببینی با تو فناوران امتحان میدی اون کد رو میگیری. حرف من اینه که من این بودش که آیا تکنیشنش چه فرقی با چون 2 تا کورس داره، هر دوتاش هم کورسای 2 ساله است، یعنی 2 تا سمستره. بعد خیلی وقت فرق نمیکنه. با خیلی اون چه فرق فرقی، نمیکنه. با مکانیکش چه فرقی داره؟ من این سوال تخصصی که بخواید دقیقاً دیتیلر بپرسید که باید از خود کالج وقت بگید که دقیقاً آها تفاوتش چیه به شما لیست بده. گرفتم ولی وقت، ولی کلا گفتم شاید شما مکانیک، بدونید. ولی مکانیک با مثلا تکنیشن اینجا خیلی تفاوتی نداره. یعنی اصلا جفتش کار با دست وجود داره. حالا مثلا ممکنه شما یه مکانیک عقب‌تر از تکنیشن باشه یا تکنیشن عقب‌تر از مکانیک باشه، ولی یه نفر ممکنه یه پله بالاتر باشه که حق داشته باشه مثلا بیشتر بتونه چیز بکنه، کل کار رو دستش بگیره و اون یکی اسیستش باشه. آها اجازه بدید بعدم من فرمودید. اگه اجازه بدید من سوال آقای روی رو جواب بدم، دستشون خیلی وقت بود. آقای روی شما سوال داشتید، لطفا میکنم. خواهش میکنم. من پیرو جوابی که شما دادید یه سوال جدیدتری ایجاد شد. شما بحث سن رو مطرح کردید. میخواستم ببینم که برای اینکه تو مصاحبه یونیون آدم بخواد شرکت بکنه، آیا شرط سنی خاصی وجود داره؟ شرط همین سنی خاصی وجود نداره، نه، ولی خب باید شما فیت فور دیوتی باشید. یعنی اسخای میکنم اگه خیلی کسی لاغر باشه، خیلی چاق باشه، میگن شما اصلا فیت فور دیوتی نیستی. یعنی درسته. درسته شما تو مسابقات مختلف که تشریف میبرید بله. نمیتونن کسی جاج بکنن که بگن شما چرا این شکلی هستی، بهت کارو نمیدیم. ولی وقتی بحث این میشه که کار تکنیکی هستش و کار بالاخره فیزیکی هسته، شما باید فیت فور دیوتی باشید. درسته. اینجوری میتونن جاج بکنن، میگن شما خیلی مستعجل، حتی نمیتونید صاف وایسید. میدونید، درسته. خب میگن شما فیت فور دیوتی نیستید. بعد ولی آخرین این که سوال. مثلا بگن که میان سال باشید، نه، تا زمانی که کسی که بتونه فعالیت فیزیکی داشته باشه اصلا جاج نمیکنه. بسیار عالی. سوال البته آقای مهندس آه. این که جناب عالی میفرمایید تو ایران هم همینه. خب اگه بخواد یه جوون انتخاب کنن یا یه محسن، خب جوونه رو انتخاب میکنن دیگه. خب اینجا خیلی استخدام میکنه که مثلا سر یکی دو نفر رو چیز نمیکنن که بگن بین 100 نفر بعد 2 نفر رو برداریم. اینجا بین 100 نفر ممکنه 90 نفر رو بردارن. یعنی هدفشون اینه که نیرو بگیرن، نه که بخوام مثلا به قول پیک همه چیز سخت بکنن، از تش بخون 2 نفر رو پیک بکنن. خیلی باید ذره بینی نگاه بکنن. یه نفر نتونه، میگم، رنگ قرمز و سبز رو توی یه نقشه تشخیص بده که خودش باعث رد شدن خودش بشه. آقای مهندس یه نکته هم در مورد پی آر فرمودید، میگی که کدای ما چون پی آریه، اون چه نکته بود؟ یه بار دیگه میشه اینو بفرمایید؟ ببینید، چون آقای روی سوالشون من حواسم هست که حالا حتما اینو توضیح بدم و آقای روی بپرسن سوالشون خیلی رو. ممنون. خیلی ممنون. ببینید، یونیون کلا خدماتی داره که به افراد و ممبرای خودش میده. حالا چیه؟ بنفیت های سلامتی هستش، پنشن هستش، حقوق بازنشستگی و وکالت. حتی حالا نمیخوام اینجا جای بحث کردنش، ولی مثلا اگه کسی بخواد از زنش هم جدا بشه، وکیل طلاق، وکیلی که مثلا نمیخوام مثل این گرونه بریفمنت میگن، یک بریفمنت میگن که مثلا اگه هزینه خاک سپاری، اینجا مثلا خیلی هزینه داره خاک سپاری فرد، مثلا یه فرد خانواده، این هزینه ها رو تا یه حدی ساپورت میکنه. بحث وکالت که میشه، خب اینا باید به افرادی، یعنی به ممبرهای خاص خودشون دوست دارن چیز بکنن دیگه، افرادی که ممبر هستن و حالت روتین بخوان خدمات بدن. ولی وقتی یه ممبر فقط هستش که میگه من مهاجرم، الانم ریفیوز شدم، مثلا باید برگردم، وکیل شما رو من میخوام، خب به یونین یه مقدار فشار میاد، میگه ما این همه 9000 تا ممبر داریم، همشون پی آر و سیتیزنن، استفاده نمیکنن و ما باید این هزینه رو بکنیم، پول وکیل رو بدیم از جیب مثلا یونین و از جیب همه ممبرها که شما فقط بمونید تو کانادا. اولش هم گفتم چون یعنی اصلا بحث برابری و برادریه، میگن این ممکنه فیر نباشه. ولی این دلیل نمیشه که کلا این از سین نامبر 9 کسی استخدام نکنن. بستگی داره، شما باید نگوشیت بکنید، به یکی علاقه دارم یا سابقه دارم یا به هر دلیلی، ببینید که چی میگن. ولی این اتفاق قبلا افتاده که بخوام با سین نامبر 9 نیرو بگیرن. آقای روی بفهمید.
خیلی ممنون باز از وقتی که به من میدید. آخرین سوالم این هستش که خب برای فردی که سابقه کارش تا حالا یک چیزی بی ربطی به این حوزه کاری هست، آیا این کانفلیکتی ایجاد میکنه برای نگوشیشن، برای اون جلسه نه، اگر مصاحبه تا که زمانی که یه مقدار ربط به کانستراکشن داره کنم سابقتون. نه، من شمیست هستم، منتها به دلایل مختلف ترجیح میدم که دقیقا تو این حوزه ورود کنم، هم بحث کارش هست هم برای بحث پی آرش هست. منتها همواره این مسئله ذهنی برام وجود داره که من سی وی در این حوزه ندارم، فقط دارم به مسئله کلاسای نداره. و من ببینید دارم فقط به کلاسای فناوران فکر میکنم که بتونم مثلا اون دوره ها رو شرکت بکنم، مهارت های این مدلی به دست بیارم. خواستم ببینم که این عدم وجود یه سابقه کاری تو این حوزه میتونه خودش منجر بشه به اینکه یه پوان منفی بدی باشه و نتونه آدم این پوزیشن ها رو بگیره. نه ببین، اصلا بحث فناوران که جای اون تمام دوره هایی که میذاره، دوره های افرادی که مثلا رفتن یه مسیری رو طی کردن و چکیده و یه دوره خاصی برای شما میزنن که حالا مفید بستگی به مسیری داره که شما میخواید. یعنی حالا نمیدونم چه دوره ایشو دارید میبینید، ولی در کل اگه مسیرتون مشخص باشه، خود من دوره پی ام پی آقای امانی رو سال 2021 دیدم. خدمت شما عرض کنم خب خیلی به دردم خورد، حتی شاید مثلا تا الان وقت نکردم برم حتی آزمونش رو بدم، ولی خب من با اون دید، با اون نالج میرم سر کار. اینه که بحث فناوری که بحث علمی و حالت آکادمیک داره و الان هم کار فنیشون هم خیلی قوی شده، آموزش های فنیشون. اگه بخوایم بحث اینو بریم که وارد یونیون بشید، مصاحبه بخشش همینه. میان میگن آقا شما چی میخواید؟ میگی من نمیدونم، میخوام عضو یونیون بشم، میخوام اینجا کار بکنم، از این کار خوشم اومده. تو اون مصاحبه افراد زرنگ هم هستن خودشون، میگم بر اساس سابقه ما پیشنهاد میکنیم که مثلا بیای این دوره رو ببینی و کدت ممکنه مثلا کانستراکشن کرافت ورکر نشه، کدت میشه یه کد دیگه ولی نزدیک به رشتته، حداقل ممکنه شانست بزنه توی یه دونه کمپانیایی که مثلا دارن چه میدونم حالا مربوط به رشتت باشه، مثلا مشغول به کار بشی. در کل که همش کانستراکشنه، یعنی اصلا خارج از کانستراکشن نیستش، ولی علاقت رو پیدا میکنن، میگن که اگه میخواید مثلا این کدو بهت پیشنهاد میدیم. خیلی ممنون از توضیحاتتون، لطف کردید. خواهش میکنم. یعنی این اتفاق برای من افتاد. من وقتی خب معماری خونده بودم، گفتم من کار معماری میکنم، طراحی میکنم، به من گفتم خب میخوای برو چیز نصب قطعات پیش ساخته، چون همش طراحی داره، دیزاین داره، فلان داره، خب تو باید همینا رو بخونی، جدولاشو بخونی، بدون که این از کدوم قطعه کجا نصب میشه. و برای همین سری موواب کردم. قشنگ خیلی کار قشنگی بود، خودم لذت می‌بردم از این کار. این عکس دست راست رو که اگه دقت بکنید اون بالا خود من هستم. می‌خواستم برام ببینم که کدوم، چون اینا خیلی شبیه همه. اگر اشتباه نصب شده باشه تقریبا یادم کجا بود، ولی اگر اشتباه نصب شده باشه یه سری گپ بیشتر از یه اینچی داره و با هم می‌رفتم مثلا کدای پشت پنل رو می‌خوندم که مثلا اینو بهتره این اوردر هستش یا نه. یعنی بر اساس علاقتون پیشنهاد میدم. بعدم اینکه واقعا از یه جایی شما واقعا پول خوب در بیارید، زیاد علاقه دیگه مطرح نیستش. و اینکه سافت هستم، میگم هدف برای اینه که بخوان ممبر بگیرن، هدف این نیستش که مثلا بخوان سختش کنن که نگیرن. هر روز نیاز به نیروی بیشتری دارن، اسکیل ورکر دارن، نیاز به اسکیل ترید دارن و از اون طرف هم مینیستری داره باجتشون رو بیشتر میکنه. از این بابت اینه که راحت تر داره میشه، برعکس شاید بقیه کار که شاید سخت‌تر باشه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. یه نفر آقای نوشته مهندس، من بود، این سوال دیگه هم دارم، میتونم ازتون بپرسم؟ من اینو جواب یه نفر چون سوال متن نوشته الان خدمتتون میرسم. یه نفر گفته آیا گرفتن لایسنس برای کار الزامه؟ خیر، لایسنس نیست. یه سری دوره بر شما همون ابتدا میذارن، 2 ماه اول ترینینگ به شما یه سری سرتیفیکیت میدن، کار در ارتفاع، کار با مواد شیمیایی، کار با این دستگاه، کار با مثلا دستگاه اکسکاویتور، کار با مثلا همین دستگاهی که من باش رفتم بالا بهش میگم بوم لیفت. همه اینا رو به شما یاد میدن، به شما یه سری سرتیفیکیت میدن که سرتیفاید باشید بتونید برید سر کار. به اینا نمیگن لایسنس. و در انتها تنها چیزی که مثلا بخواید بگیرید که بخواید برید یک مرحله بالاتر، یعنی غیر از خود کار افراد دیگه هم سوپروایز بکنید، اون رد که باید بگیرید. حالا میشه گفت لایسنس، البته خب اندورسمنت، حتی سرتیفیکیت هم نیست، اندورسمنت یعنی تقدیرنامه فارسیش.
اون مدرک رتیل رو بگیرید که غیر از خود کار تکنیکی افراد دیگه‌ای هم مثلا سوپروایزرشون باشه. الان این که شما نوشتید جواب میدم. ببخشید آقا حسن بفرمایید شما. میتونم سوالام بپرسم؟ بفرمایید خواهش می‌کنم. آقای مهندس، شماها که معماری هستید با ما مهندس عمران رویت و اتوکد خیلی برامون کاربردیه. آیا تو ریتسین هم رویت و اتوکد ضروری هست یا نه؟ اصلا ربطی به کامپیوتر نداره. یعنی یه طراحی مقدار مثلا نقشه خونی داره. نقشه خونی باید فقط داره. نقشه هاشو اگه بخوای بکشی چی مثلا بخاطر ریتسین نقشه میخواد، متوجه از یه بخشی از کار بستگی باز به کارتون داره. میگم یه کار مثلا فلامر نقشه خاص خودشو میخواد، الکتریشن شاید اصلا بورد بخواد، هر تریدی رتیل خاص خودشو داره و رتیل خاص خودشو داخل سایت retil.ca بشید زده که سوالای شما از چیا خواهد بود. پرسیدن که کار شما چیست. کار من الان هلت اند سیفتی کوردینیتورم تو یکی از کمپانی خیلی معروف و مطرح الان در حال حاضر آنتاریو. و اگر بخوام مثلا خدمتتون بگم اینجوری بودش که من اول وارد یونیون شدم، تا میخواستم برم رتیلمو بگیرم دیدم تمام اون دوره ها ریسورس هایی که رایگان بود برای افراد ممبر، رفتم دوره ها شدیدم، دوره ها رو گذروندم برای اینکه بخوام مسئول سیفتی بشم. چرا اینو انتخاب کردم؟ به خاطر این بودش که خب خیلی من سایت‌های مختلف رفتم، پروژه خیلی زیادی بوده و همش هم سازنده همه پول، همون مطرح PCL، الیستان، ترایدل، TMG، ونمار از ونکوور. اینا که من رفتم دیدم که دپارتمان هلت اند سیفتی اینجا یه دپارتمان جداییه که به قول معروف خیلی حرفه‌ای داره کار میکنه و به هیچ جا وابسته نیستش. یعنی خیلی بله قربانگو نیستش، اونا کار خودشونو میکنن، پروژه هم داره مسیر خاص خودشون میره. اعلام ساید پروژه مثلا افرادشون دارن پروژه رو تحت نظر دارن که مثلا کسی آسیب نبینه. خیلی علاقه زیادی داشتم. البته خودش بک‌گراند شخصی من همین بود تو ایران. من مثلا اونا افرادی که آرماتور بهم بودن، خب هر وقت می‌خواستم برای این کار خطرناک بگم من اون برو نگاه می‌کردم مثل بقیه سازنده که گفتم ان شاءالله که خیره، ان شاءالله امروز نیفته. و اینجا که اومدم دیدم چقدر متفاوته، چقدر سیفتی اینجا اهمیت داره. برای همین رفتم اون دوره ها رو دیدم. هم مدرک NCSO رو گرفتم، National Construction Safety Officer، پشت بندش رتیلمو گرفتم و پشت بند اون مدرک گلد سیلمو گرفتم با اون سیفتی پرکتیشنر که کلا فیلدم الان در حال حاضر اصلا توی سایت نیست، من توی آفیسم و پروتکل های ایمنی توی سایت می نویسم که چجوری مثلا افراد بتونن با دستگاه کار بکنن و اینکه چه ریپورت هایی باید کار بکنن این کیس اف اینجری. یعنی هدف اصلا نیست کسی اینجر بشه ولی اگر شد مرحله بعدش چیه. آیا ببخشید آقا هومن شما چون وایسید میتونید بفهمید، دستتون بالا بفهمید. سلام، وقتتون بخیر. مخلصم، بفهمید. عرض از من چند تا سوال داشتم الان جنبندی، چون یک بارم بین صحبت‌ها شما متاسفانه من پریدم بیرون مجددا شدم. اول اینکه شما فرمودید باید عضو یونیون بشیم، یک دوره 2 ماهه داره و دوراش هم از صبح تا بعد از ظهر. خب ما سر کار هستیم، برای این بازه زمانی 2 ماهه قطعا باید لیاف بشیم که بتونیم دوره رو شرکت بکنیم. خواستم ببینم آیا بعد تصمیمی هست که ما دوره رو بگذرونیم سریعا وارد بازار کار بشیم؟ آیا بازار کار به صورت دائم و قراردادهاش مثلا مدت زمانشون مشخصه یا اینکه نه احتمال داره 2-3 ماه جای کار بکنیم اون کمپانی نخواد مجددا مجبور باشیم به کمپانی دیگه موو کنیم؟ و در کل این شرایطی که فرمودید همینه، فقط ما باید بریم آزمون مصاحبه دوره 2 ماهه رو بگذرونیم و عضو یونیون بشیم و وارد بازار کار بشیم. حالا بعد اون بحث رسیل و مابقیش بکنم. یکی این بود. یکی من خودم مهندس عمران بودم ایران، تقریبا 10 سال سابقه کار تخصصی بیشتر ولی اجرایی، چون ارشدم هم مدیریت اجراییه و خواستم ببینم آیا اگر بخوام وارد یونیون بشم، چون اول به پیجی فکر می‌کردم ولی شرایطش سخت بود برام، مخصوصا الان که نیو کامر هستیم خیلی سخته و منصرف شدم. ولی این الان به نوری که دیدم توضیحاتی که از شما شنیدم خیلی مشتاق شدم وارد این هیته کاری بشم. خواستم ببینم آیا شما توصیه می‌کنید، آیا آینده‌ای داره برای من، اصلا مناسب هست ما وارد مهندسین عمران که الان کار اجرایی داشتیم وارد بشیم، یا اینکه نه سعی کنیم خودمون وارد همین شرکت‌های یا کمپانی‌های ایرانی یا خارجی که حالا تو بحث خواهش میکنم نشید. اصلا
بذارید من از آخر جوابم. خواهش میکنم، اینا سمه. یعنی از یه سیاهچاله کوچیک وارد میشید به یه سیاهچاله بزرگ. چرا نمیگم فقط ایرانی‌ها، اصلا ایرانی‌ها همشون بلبل. ولی قضیه اینجاست که شرکت‌های نان یونیون خیلی مشکلات زیادی دارن. چرا؟ شما هر کاری بکنید، اگر قرار باشه غیر از اینکه برید بیسمنت یه نفر رو رنوویت بکنید، قرار باشه برید توی یه پروژه های رایز کار اچ‌وکشو بکنید، کار نمیدونم باغچه‌شو بکنید، یا کلا هر کار دیگه ای بکنید، اونا همش متعلق به کمپانیایی هستش که با یونیون قرارداد دارن. درست؟ خیلی از کمپانی‌ها، نه فقط ایرانی، کمپانی دیگه کشورهای دیگه، میان کار این یونیون یک گوشه‌شو ور میدارن، اطلاع نمیدن به یونیون که آقا ما باید از نیروهای شما استفاده کنیم. چرا نمیگن؟ چون باید ساعتی $66 به اون فرد پرداخت کنن. حالا یه کار 5 نفر رو لازم داره، کارفرما باید ساعتی $300 فقط حقوق پرداخت کنه. چیکار میکنه؟ میاد از نیروهای خودی استفاده. میاد علی آقا بیاد، آقا محمد بیاد، آقا فلانی بیاد، یه 4 نفری بهتون میگن میرید سر کار، با هیچ حرف نزنید. اگر یونیون اومد فرار، اگه مینیستر آف لیبر، اگه بازرس کار اومد فرار، جدی این اتفاق میفته. حالا نمیدونم بعضی شاید این تجربه داشته باشن که میگه کسی بود فرار، جواب نده، برو بعدا بهت میگم چیه، نگران کار نباش، فرداش میفرستم یه آدرس دیگه. اینه که این اصلا اگه وارد بازار اینجوری بشید، یه ماه هم دووم نمیره، رسوبتون خورد میشه، مثلا که با بک‌گراند عمران میخواید بیاید. حالا آقای مهندس، عذر میخوام وسط کلامتون میپرم، یه توضیح کاملی خواستم در این خصوص بدم. بیشتر این کار رو واسه تجربه کاری میخوایم، چون میدونید عمران در ایران با عمران در کانادا 90% متفاوته. اونجا ما بتون و بیشتر حالا به قولن سازهای فلزی سر و کار داشتیم، اینجا اکثرا چوبیان و تجربه کاری نداریم، اصلا نمیدونیم از کجا باید شروع بشه برای اینکه بخواید شما یه ساختمون رو رنوویت کنید، یا اینکه بخواید از نو به قولن بسازید. اوکی. شما میخواید اینجور چیزا یاد بگیرید که نه بری یه جا کارگری بکنید، باید بری یه جا دوره آموزشی ببینی. اگر که سیستم‌های ساختمونی اینجا رو بلد نیستی، باید بری یه دوره فریم ورک کانادایی، فریم ورک چوبی ببینی، یه ذره با پلامینگش آشنا بشی، برقش آشنا بشی تا کلیت. اون کاری که بخواد بری یه دفعه خودتو بندازی توش، تو یه چاله میافتی که همون که پیمانان گفتش که الکی می دوچار دردسر میشی. اونجوری خب یعنی نیاز به سابقه کار نداره واسه جایی؟ شما الان برید توی یه دونه شرکت ایرانی که حالا یه شرکتی که این شکلی کار کرده و کارگری بکنید، چه سابقه ای به دست بیارید؟ چقدر از نالج رو به دست بیارید؟ خودتون فکر بکنید دیگه بهش دیگه. نالجی گین نکردی که یه ذره رفتی اونجا. ببخشید منظور من خودم انقدر کارگری رو این حرفام کردم قشنگ میدونم دیگه چجوریه دیگه. کارگری کردن نالجی بهتون انتقال نمیده. الان راحت میتونید با یه دوره‌های کوتاه مدتی برید قشنگ فریمش رو یاد بگیرید، کداش رو یاد بگیرید، 5 6 ماه چیز. ولی حالا anyway به حال اینم که اتفاق افتاده، ببخشید من جسارت کردم. نه خواهش میکنم. نه خواهش میکنم. کاملا درست میگه. یعنی اگه شما بخواید دورایی ببینید، حالا نمیدونم عضو کانال گروه‌های فناوران اگه باشید، میتونید برید بگردید اصلا فعالیتی که میکنن، و حالا نه صرفا فردا، ولی ممکنه طبق تاریخ اگه بخواید پیدا بکنید، حالا ببینید ازشون بهره ببرید دورایی که میذارن. من خودم گفتم دوره پی ام پی محمد رو من 2 سال پیش 3 سال پیش رفتم دیدم، تا الان از بخشی از جاش دارم استفاده میکنم. اگه اجازه من فقط این سوالا رو سریع جواب بدم. زن که پی سی ال فقط یونیون میگیره. بله پی سی ال فقط یونیون میگیره. افرادی که میخوان سوپروایزر بشن باید حتما نه که صرفا یونیون باشه، ولی باید حتما رسیل داشته باشن. هست ولی زبانش خوب نیست هم شانسی داره. بله شانسی که داره. ببینید بستگی به هدفتون داره. مثلا یکی مثل من میاد میگه خب من کجا اومدم، بهتره برم 2 سال یه جا واسم فقط خارجی‌ها باشه، من اینجوری بهره بردم ازش. زبانم بد نبود از اول، ولی فرهنگش رو کامل یاد گرفتم. یعنی الان منو ول کنید بین 50 تا یونانی میتونم حریفشون بشم. حالا شما ببینید هدفتون چیه، ولی زبان نباید استرندتون باشه، زبان نباید مشکل اساسیتون باشه، یاد میگیرید. خدمت شما عرض کنم که افرادی که مثلا میخوان سوپروایزر باشن یا سایت کوردینیتور باشن، خب واقعا یه شرکتی که بخواد برید پی سی ال کوردینیتور باشید، واقعا نمیتونید بهشون حرف بزنید، یا حتی نمیتونید بهشون دستور بگید بیا این کارو بکن، اصلا گوش نمیدن. این نه که بگم همه برن عضو یونیون بشن. یکی از مسیرش که من انتخاب کردم بکدور رفتم از این مسیر بودش. خدمت شما عرض کنم که آیا وارشن به این یونیون هزینه‌ای داره؟ بله هزینه‌اش $8000 برای پی آر و سیتیزن دولت پرداخت میکنه. شما نزدیک $400 پرداخت میکنید. برای افرادی که اوپن ورک پرمیت هستن هم اگر یونیون وارد نگوشیت بشه با گاورمنت، همین اتفاق هم میفته.
ولی بستگی داره، کیس بای کیسه، یعنی قانون خاصی نداره برای افرادی که اوپن ورک پرمیتن. دلیلش هم اینه که میگن که گاورمنت یه بار به شما فیور داده، فیور کرده که شما رو از توریستی کرده اوپن ورک پرمیت، یه بار دیگه نمیاد $8000 بابت شما هزینه کنه که بخواید دوره‌های ما رو، آموزش‌های ما رو به صورت رایگان ببینید با $400. اون $400 روز یه روزش هم نیست که بخواید با دستگاه بیل مکانیکی بخواید دوره‌شو رو یاد بگیرید. یعنی هم توضیح دادم دیگه، خیلی واردش نشم. خب کارشناسی گرفتن لایسنس برای کار الزامی خیر، من متوجه شدم چجوری باید وارد یونیون شد. گفتم لیونا رو اگر سرچ کنید، لیونا 183، لیونا 506 و لیونا 793 اتحادیه آپریتورات، یعنی افرادی هستن که با فقط ماشینالات کار میکنن. محمد جان من چجوری میتونم آدرس سایت رو اینجا بذارم؟ میتونم یه دقیقه گوگلم رو روشن کنم؟ کدوم گوگل. سایت رو؟ آره شور. همین لیونا رو براشون شیر بکنم. من به نظرم الان تو گوگل باز بکن، صفحه تو شیر بکن. آره دیگه، چرا که نه. اوکی. دمت گرم. بعد میره IUOE لوکال 793 International Union of Operating Engineers. این برای افرادی که مثلا میخوان آپریتور ماشینات سنگین بشن یا تاورکرین آپریتور بشن. مثلا میزنید لیونا 506، خود سایتشون میاد. حالا یه دونش میتونیم باز کنیم و بقیه چیزا 183. حالا انقدر هستش یا خود شیت متال هم فکر کنم لوکال، حتی اگرم نخواهید میتونید اینجا بزنید مثلا لوکال 27. بزنید چی در میاد، کارپنترز، نجارها، اتحادیه نجارهای آنتاریو. حالا داخلش که برید مثلا براتون قیمت ها رو گذاشته، گفتی که مثلا اگر عضو بشید ظرف این مدت چقدر پول به دست میارید، ساعتی چقدره، بعد 800 ساعت چقدر میگیرید و تمام بنفیت ها و همه چی رو برای بهتون توضیح بده. ولی یه کار کارپنتر، شما کارپنتر میاید 2 سال دیگه هم کارپنتری، نمیخوام بگم کار بدی، ولی CCW برای من جذاب بود که میچرخید اگه دلتون میخواد، نه که صرفا باید بچرخید. میرید از این پروژه به اون پروژه، به اون پروژه، به اون پروژه، مثلا ظرف 2 سال کل نصف تورنتو بیشتر تو پروژه های رایزش دخیل بودید. حالا هر کدوم جداگانه یه بخش خاص خودشه. یعنی ما اینجا حتی سرویر داریم، نقشه بردار داریم، یک کسی که کار لی‌آوت میکنه، یعنی بر اساس نقشه هم چه مشخص میکنه که بر اساس اون بیلدینگ بره. من تو پروژه بودم که داشتم کار لی‌آوت میکردم و خیلی کار استرسایی بود و چه لایبیلیتی داشت. اون کمپانی $8 میلیون فقط باند داده بود که اگر اتفاقی افتاد بخواد از باندش استفاده کنه، بیمه داده بود. و من و یه نفر دیگه از روی علاقه باید رفتیم مسئولیت رو قبول کنیم کار لیافتش انجام بدیم. خدا رو شکر خوب در اومد، خیلی چیز نشد، خیلی خارج نشدیم من مسیر. همه یعنی یونیون چقدر آقای پیمانخان یه ذره اینجا که محمد خود میدونی مثلا دیدی که وقتی کرب و اینا رو مشخص میکنن که مثلا روش بخوام چه میدونم بالکن رو در بیارن توی ارتفاع یا پنجره نصب بکنن، اگه مثلا این یه اینچ خیلیه، نیم اینچ هم اختلاف داشته باشه اون ترید قبول نمیکنه، میگه آقا این نمیخوره به ما، رفت نه اونی که کار لی‌آوت کرده باید بیاد درستش بکنه و اون کمپانی مجبور یه نفر دیگه رو استخدام بکنه بیاد این مثلا اینا رو ریموو بکنه و ما دوباره کار لی‌آوت رو انجام بدیم. میگیم اوکی از اینجا تا اینجا انقدر باید بتون ریخته شود. و 99% موارد دیدی که یه پروژه 500 تا نقشه داره، 5 بار ریویژن میخوره. یعنی درست، کاملا حرف درسته. این دو تا آخری بپرسید بگم تماشه. همه یونیون همه یونیون کار دارن؟ خبریه یا سواله؟ سوال دوم بپرسم. راهی نیست هم بشه کار کرد هم اون دوره 2 ماه رو رفت؟ خیر راجع به اون 2 ماه معمولا دوره رو میزنن زمستون، ژانویه تا مارس، یعنی دوره زمستون سرد میزنن که اکثر مردم خودشون آلردی لیافن، یعنی یا معمولا دوره‌ای که هم زود شب میشه، استخدامی ندارن کمپانی، معمولا ژانویه فوریه استخدامی ندارن، دسامبر ژانویه فوریه خیلی کار مثلا هایرینگ اصلا انجام نشه برای هر پوزیشن. اینا میذارن تو دوره که دقیقاً کار استخدام زیاد نیستش، همون دوره رو میذارن. و اینکه خدمت شما عرض کنم که گفتم وقتی دورتون تمام بشه یه هزینه خود دولت بهتون میده بابت اینکه فقط دوره رو دیدید. حالا شاید خیلی چشمگیر نباشه، اون زمان $1500 بود، الان ممکنه بیشترش کرده باشن.
فقط سوالی که گفتم همه یونیون کار دارن، اگه سوالیه اکثرا دیگه، حتی اگر شما هم کار نداشته باشید، شما یه شرکت A میرید، از شرکت A خوشتون نمیاد، چرا؟ مثلا میدونن شما معمار، میگن باشه فعلا برو این کارو بکن تا ببینیم کار چجوری، خودتون نشون میدی، بعد میبینی که نه اصلا اهمیتی نمیدن، خیلی راحت میری یونیون میگی شرکت من عوض کن، با اینجا حال نمیکنم، میفرستن شرکت بی. شرکت بی کار میکنی، اگر خوشت اومد میمونی سالی یا 2 سال، خوشت نیومد میری به یونیون میگی آقا من با این حال نمیکنم، میفرستن شرکت سی. اینه که تمام شرکت ها لینکن به این یونیون. یه سوالی، الان مثلا من برم توی یونیون، مثلا میگم با این شرکت به قول شما حال نمیکنم و بیام اونجا سریع میگم بیا برو توی شرکت دیگه، یا میری ته اگر صف؟ کار باشه، ببینید اصلا مدل سیستم هایرینگشون و سیستم انتقالشون بستگی به کار، میزان کار کارفرماها داره. مثلا میگم سال 2022 که کووید تموم شده بود، همه چی آزاد شده بود، نیروی کار کم بود، پروژه زیاد بود، اینا اصلا میگفتن چیکار بکنیم، یعنی هر قیمتی شما میخواستید بگی، هر جا که دلت میخواست کار بکنی اویلیبل بود برات. ولی الان چون یه مقدار بر اساس اینترست ریت، الان خیلی های رایز ساخته نمیشه، آن هولد خیلی از رزیدنشال پراجکت ها، اصلا شما بگی من با این حال نمیکنم، با این پروژه حال نمیکنم، منو بفرستید دیگه، میگن اگه میخوای بری بیرون 100 نفر دیگه پشت در هستن، بیای بیرون فردا یه نفر دیگه جا تو گرفته. بستگی به اون چیز مارکت داره. پس الان فعلا وقت ناز کردن نیست. نه، ولی تا یه 6 ماه دیگه تقریبا این آنتریو لاین باز بشه، کل این پروژه اصلا پراجکت کوردینیتور میخواد، پراجکت منیجر میخواد، کلی آدم لیونا لازم داره، کانستراکشن کرافت ورکر، یعنی شاید هزاران نفر کانستراکشن کرافت ورکر لازمه، چون این پروژه حدودا 10 سال است. اوکی، بسیار خوب. پیمان جان تمامه؟ بله، حالا خیلی وارد اون کار تخصصی سیفتی هم نشدم، ولی خب کسی سوال داشت من در خدمتش هستم. حالا ایشالا یه دوره خودم یه دونه آزمون خیلی سخت دارم، CRSP Canadian Registered Safety Practitioner، ایشالا اوکی. اینو بگیرم، جزء فکر کنم معدود ایرانی هایی باشم توی آنتاریو که همه اینا رو بغل دمت هم گرم. دیگه دارم، یعنی رتیل و دمت گولدسیل گرم. و انسیسو و CRSP. عالی. دیگه باعث افتخاره. پیمان جان خیلی خیلی مخلصم. ممنون. دم خواهش شما هم می‌کنم. گرم. مرسی از پلتفرمتون و مرسی از این موقعیتی که به مرسی من از دادید. حضورت، مرسی از اینکه دانش و تجربت رو در اختیار ما گذاشتید. دوستان خیلی خیلی ممنون. ان شاء الله که موفق و مؤید باشید. خداحافظ. خدا نگهدار.